اگر زن ستیزی کمان که صدور ارتجاع و تبعیض دینی از سیاست‌های رژیم کنار گذاشته شود، نظام ولایت فقیه فرو می‌ریزد. به همین دلیل نه آخوند خاتمی و نه آخوند روحانی که به نمایش اصلاح طلبی و اعتدال رو آورده اند، هیچ کدام به کاهش ستم و سرکوب علیه زنان ایران نزدیک نمی شوند. زیرا چنین کاری آغاز نفی رژیم ولایت فقیه است. به همین دلیل همان لوایحی را که پاسدار احمدی نژاد برای تشدید نابرابری علیه زنان به مجلس آخوندها داده بود، حالا آخوند روحانی آن را به عنوان قانون ابلاغ می کند. می گویند ایران تحت حاکمیت آخوندها ام القرای بنیادگرایی است، ولی ما می گوییم به پشتوانه سابقه مبارزاتی و فکری و فرهنگی مردم ایران و به اتکای مبارزه مجاهدین خلق، ایران کانون رهایی از بنیادگرایی و در این حال کانون رهایی زنان و نیل به آرمان برابری است و این چشمانداز تابناکی است که زنان ایران آن را محقق خواهند کرد. Aujourd'hui, je suis juste venue vous dire un message qui est un message que représente bien Mariam Radjavi. Je suis venue vous dire le message de ma mère. Quand on veut, on peut. Si vous voulez, vous pouvez. Oui, quand on veut, on peut refuser de laisser aux seuls hommes, et encore plus quand ils se réclament d'un intégrisme réactionnaire, les décisions qui vont déterminer la vie de chacun et la vie de nos enfants. Quand on veut